اگه تا حالا فکر می‌کردی فوتبال یه ورزش ساده است، آماده باش تا با جادوگر برزیلی آشنا شی که قواعد رو زیر سوال برد. فقط با یک حرکت کل دنیا رو میخکوب کرد. آره، رونالدینیو. اون از ریو اومد، نه با قدرت بلکه با لبخند. اون در بارسلونا قدم گذاشت و استادی بی‌رقیب شد. هر دریبلش یه رقص بود، هر پاسش یک الهام. توپ طلا یه جایزه معمولی بود برای کسی که هر شب استادیوم رو با هنر مجسمه سازی کرد. هیچ کس شبیه اون نبود، هیچ کس نتونست تکرارش کنه. اگه فکر میکنی تو هم مجذوب دریبل ها شدی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن تا سفرهای ما به دنیای اسطوره ها ادامه پیدا کنه. و حالا به عنوان یک هوادار واقعی به هم بگو کدوم حرکت رونالدینیو رو تا حالا 100 بار دیدی و هنوز سیر نشدی.